آیا شما هم حس می کنید که زندگی معمولی و روزمره بدون تحولی دارید؟ آیا به دنبال راهی هستین تا به خاص بودن در زندگی برسین؟ اگه تمایل دارین به فرد موفق و خاصی تبدیل بشین، بهتون پیشنهاد می کنم ویدیو رو تا آخر دنبال کنید. خاص بودن یک فرایند شخصی است که به مرور زمان و با تلاش مداوم قابل دستیابی است. مهمترین نکته این است که واقعاً به خودتان اعتماد کنید و بر توانایی‌ها و منحصر به فرد بودن خودتان اطمینان داشته باشید. همچنین مهم است که در این مسیر صبور و پیوسته باشید، زیرا خاص و منحصر به فرد بودن نیازمند زمان و تلاش است. اکثر انسان‌ها عادت دارند که فقط نظاره‌گر موفقیت بقیه باشند و حسرت اونا رو بخورن و همیشه دوست دارن که خودشون هم افراد موفقی باشند، ولی فکر می‌کنن که قادر به انجام دادن اون نیستن. به همین خاطر اغلب یه زندگی ساده رو در پیش میگیرن، در صورتی که میتونن از قالب معمولی و ساده بودن خارج بشن و یه فرد موفق باشن. تو این ویدیو به بررسی چند راهکار جهت خارج شدن از سادگی و دستیابی به خاص بودن میپردازیم. فقط باید به این راهکارها توجه کنید و اونها رو اجرا کنید. اولین راهکار رویا پردازی. رویا پردازی تأثیر قابل توجهی بر زندگی ما دارد و میتواند در رسیدن به خاص بودن و عدم عادی بودن در زندگی به ما کمک کند. با رویا پردازی می توانیم آرزوها و اهداف خود را به طور واقعی تری تصور کنیم. با تصویرسازی موفقیت و به خاص رسیدن در رویاهای خود می توانیم به خودمان انگیزه بدهیم و برای تحقق آنها تلاش کنیم. با تصویرسازی و تجربه موفقیت در رویاها می توانیم به خودمان اعتماد بیشتری پیدا کنیم و در تصمیم‌گیری‌های مهم زندگی بهتر و با اطمینان‌تر عمل کنیم. به طور کلی رویا پردازی می تواند در تقویت خلاقیت، افزایش اعتماد به نفس، کاهش استرس و رسیدن به وضعیت‌های ویژه کمک کند. در کنار رویا پردازی مهم است که برای رسیدن به اهداف خود تلاش مستمر داشته باشیم. راهکار دوم، یاد بگیرید. یادگیری و توسعه شخصی می تواند بر توانایی شما در به دست آوردن خاصیت ویژه و بی‌نظیری که شما را از دیگران متمایز می کند تأثیرگذار باشد. اولین قدم برای رسیدن به خاص بودن تشخیص استعدادهای خود است. شما نمی توانید بدون یادگیری به موفقیت برسید. بررسی و شناخت دقیق و عمیق از توانایی‌ها و علایق خود به شما کمک می‌کند در زمینه خاص برجسته شوید. برای به دست آوردن خاصیت ویژه نیاز است تا بر آن تمرکز کنید و تمرین کافی را در آن زمینه انجام دهید. تمرکز، تلاش و تکرار باعث پیشرفت شما می شود و به شما کمک می کند تا از دیگران متمایز شوید. اغلب افراد موفق از ساعات روزانه خود نهایت استفاده را میبرند و وقت خودشونو با کارهای بیهوده مثل تماشای فیلمهای بیفایده، صحبتهای بینتیجه و غیبت کردن پر نمی کنن، بلکه زمانشونو صرف توسعه شخصیت و رسیدن به اهدافشون می کنن. راهکار سوم، اقدام کنید. اقدام کردن و تلاش برای معمولی نبودن و خاص شدن در زندگی تأثیرات مثبت را در زمینه‌های مختلف به همراه دارد. هنگامی که تصمیم می‌گیرید از نقشه‌های روتین و معمولیت خارج شوید، با چالش‌های جدیدی روبرو خواهید شد. این چالش‌ها شما را به سمت رشد شخصی و خلق ارزش‌ها، جذب فرصت‌ها و الهام بخشی برای دیگران سوق می‌دهند و شما را وادار می‌کنند تا مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرید. سعی کنید همیشه 10 الی 15% بیشتر از تمامی کسانی که کنارتان هستند کار کنید و در هر فعالیتی که هستین کمی بیشتر خودتان را به سمت جلو ببرید و تلاش کنید از روزهای قبل پرتلاشتر پیش برید. قبل از ادامه برنامه اگه تا اینجا با ما همراه بودین حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه که تعداد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن. و جدا از اون اگه تا حالا تو کانال ما رو سابسکرایب نکردید همین حالا این کار رو انجام بدین. حالا بریم سراغ راهکار چهارم. از نقطه راحتی زندگیتون بیرون بیاین. خارج شدن از نقطه راحتی زندگی و تلاش برای معمولی نبودن و خاص شدن تأثیرات قابل توجهی در زندگی فرد دارد. وقتی که از نقطه راحتی خارج می شوید و تلاش می کنید تا خاص شوید، با چالش های زیادی مواجه می شوید که نیازمند توسعه مهارت ها و توانمندی های جدید است. این فرایند به شما امکان می دهد تا رشد شخصی خود را تسریع کنید و به طور مداوم بهبود یابید.
خارج شدن از نقطه راحتی ممکن است با شکست‌ها و چالش‌هایی همراه باشد، اما شکست‌ها می‌توانند به عنوان درسی برای یادگیری و رشد به شما خدمت کنند. آنها می توانند شما را ترغیب کنند تا بهبود پیدا کنید و استراتژی‌های متفاوت را امتحان کنید و بهترین راه حل را برای موفقیت پیدا کنید. و یادتان باشد که افراد زمانی می توانند رشد کنند که از راحتی بیش از اندازه خارج بشن و خود را به چالش بکشند. راهکار پنجم، فداکاری کنید. فداکاری یک ارزش و رفتار ارزشمند است که در بسیاری از جوانب زندگی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی در معمولی نبودن و به خاص رسیدن داشته باشد. وقتی که فداکاری را در به خاص شدن به کار می‌گیرید، ممکن است به دیگران کمک کنید و ارتباطات معناداری برقرار کنید. این ارتباطات می توانند به شما در دستیابی به منابع، اطلاعات و حمایت لازم برای به خاص رسیدن کمک کنند. فداکاری می تواند به شما احساس رضایت و خرسندی بدهد. هنگامی که به دیگران کمک می کنید و نیازهای آنها را برطرف می کنید، احساس رشد شخصی و رضایت از خودتان را تجربه می کنید. این احساس موجب اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه برای به خاص شدن شما می شود. در نهایت مهم است که مراقب حفظ تعادل و مراقبت از خود باشید و به اندازه کافی نیروی روانی و جسمی داشته باشید تا بتوانید به دیگران کمک کنید. راهکار ششم، فرصت‌ها را نادیده نگیرید. هر فرصتی که در زندگی پیش می آید می تواند به شما کمک کند تا در زمینه‌های مختلف رشد کنید و مهارت‌های جدیدی را بیاموزید. با نادیده گرفتن فرصت‌ها این امکان را از دست می‌دهید. با استفاده از فرصت‌ها می‌توانید به خاص بودن برسید و به رشد شخصی و حرفه‌ای خود اضافه کنید. اغلب فرصت‌ها با تجربه‌های جدید همراه هستند. با نادیده گرفتن فرصت‌ها شما از تجربه‌های غنی و متنوعی که می‌توانند به زندگی شما اضافه شوند محروم می‌شوید. راهکار هفتم، با دیگران تعامل داشته باشید. تعامل با دیگران می تواند به شما کمک کند تا از طریق تبادل اطلاعات، تجربیات و دیدگاه‌ها بهترین نتیجه را در موارد مختلف به دست آورید. در معاملات تجاری، روابط شخصی و حتی در محیط کار، توانایی برقراری ارتباط مؤثر و تعامل با دیگران می تواند به شما کمک کند تا به چالش‌ها پاسخ دهید و فرصت‌های جدید را به دست آورید. اما در مقابل، اگر تنها به تعامل با دیگران وابسته شوید و نتوانید به خودتان و ذات خاص خودتان اعتماد کنید، ممکن است با معمولی نبودن و از دست دادن هویت خود برخورد کنید. به همین دلیل تعامل با دیگران بسیار حائز اهمیت است، اما بهتر است در عین حفظ قدرت خود در تصمیم‌گیری‌ها و اعتماد به نفس به ارتباط با دیگران بپردازید. این امر می‌تواند شما را قادر به ایجاد روابط مثبت و مؤثرتر با دیگران کند و در عین حال به شما کمک کند تا هویت خودتان را حفظ کنید. راهکار هشتم، با انگیزه زندگی کنید. زندگی کردن با انگیزه به معنای پیگیری اهداف و رویاهای شخصی است و در صورتی که این انگیزه برای دستیابی به چیزهای خاص و منحصر به فردی باشد، می‌تواند تأثیر بیشتری در زندگی افراد داشته باشد. یکی از تأثیراتی که زندگی با انگیزه در بخاص شدن دارد، افزایش انرژی در زندگی روزمره است. زمانی که شما هدفهایی را دارید که به آنها علاقه‌مند هستید، احساس انرژی و شور و شوق بیشتری در انجام فعالیت‌ها می‌کنید. این ممکن است باعث افزایش میزان تمرکز، کارایی و خلاقیت شما در انجام وظایف روزمره شود. زندگی با انگیزه همچنین می‌تواند به شما احساس رضایت و خوشبختی بیشتری بدهد. زمانی که شما به دنبال رسیدن به هدف‌های خاصی هستید، هر بار که به آنها نزدیکتر می‌شوید و پیشرفت می‌کنید، احساس رضایت و خوشبختی بیشتری به شما دست می‌دهد. در نهایت تأثیر انگیزه و به خاص رسیدن در هر فرد و جامعه ممکن است متفاوت باشد. راهکار نهم، خودتون رو کشف کنید. با کشف کردن خود و آگاهی از قدرت‌ها، استعدادها و مهارت‌هایتان به خود ارزش می‌دهید. این امر می‌تواند اعتماد به نفس شما را تقویت کند و شما را از وابستگی به نظرات دیگران و انطباق با استانداردهای جامعه خارج کند. با کشف خود می‌توانید به خاصیت بیشتری در زندگی برسید و به اهداف خود پایبندتر باشید. همه ما انسان‌ها در اصل منحصر به فردیم و پتانسیل‌ها و استعدادهای خاص خودمون رو داریم.
با کشف خود و به خاصیت بیشتری در زندگی رسیدن می توانید زندگی معنادارتری را تجربه کنید و به دیگران الهام ببخشید و به طور عمیق‌تری با خواسته ها و درونی ترین آرزوهایتان هماهنگ شوید. این امر می تواند به شما رضایت و خوشبختی بیشتری در زندگی بدهد. زیرا زندگی به شکلی زنده و هدفمندتر می گردد که با ارزش‌ها و اهداف شما همخوانی دارد. راهکار دهم، انتظارات بالایی داشته باشید. وقتی که شخصی انتظارات بالایی از خود دارد و به دنبال دستیابی به آنهاست، مجبور می شود خارج از محدوده راحتی خود قرار بگیرد و تلاش بیشتری را برای دستیابی به آنها انجام دهد. این تهدیدها شامل تغییر در رفتارها، تجربه‌ها و تلاش‌های شخصی می باشد. در زندگی انتظار بالا داشتن از خود می تواند به عنوان یک نکته کلیدی در نظر گرفته شود. سعی کنید در طول زندگیتون از خودتون انتظارات بالایی داشته باشین و رویاهای بزرگ را در ذهن خودتون پرورش بدین. انتظارات بالا می توانند اعتماد به نفس شما را تقویت کنند. راهکار 11، با شکست و موفقیت رفتار یکسان داشته باشید. برخورد یکسان با شکست و موفقیت می تواند شخص را به سمت رشد شخصی هدایت کند. زمانی که شخص به طور همواره مثبت با شکست و موفقیت روبرو می شود، می تواند از تجربیات خود یاد بگیرد و مهارت‌ها و قابلیت‌های خود را بهبود بخشد. این امر انعطاف پذیری فرد را افزایش داده و علاوه بر آن یاد می‌گیرد به راحتی در موقعیت‌های جدید به چالش‌های زندگی پاسخ دهد و از فرصت‌ها استفاده کند و نیز کمک می‌کند تا از معمولی نبودن خارج شود و به خاص رسیدن را تجربه کند. در انتها باید بگم که خاص بودن سخت نیست و از ظاهرتون شروع نمیشه، بلکه اول باید به درون خود توجه کنید. همه ما میتونیم خاص باشیم، فقط کافیه اراده کنیم و بخوایم. در انتها یادتون باشه که زنگوله رو بزنید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید.